افشای حقایق و رازهای پشت پرده کشته شدن زلالا هاشمی از زبان شوهرش. شوهر زلالا هاشمی بار دیگر در صفحات مجازیش پیام گذاشت. زلالا هاشمی چگونه در کابل ربوده شد؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلالا هاشمی کاملا به دور از تصور. این دختر خانم اکنون در چه وضعیت و در کجا به سر میبرد؟ گفتنی‌های تازه همسرش که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی رو سار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم هنرمند چهره‌اش شناخته شده محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان بوده است. زلالا هاشمی کارهای هنر موسیقیش را از برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کند. زلالا هاشمی با سرودن آهنگ‌های پشتو در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت رسید. توانست مقام دوم را در برنامه پرطرفدار ستاره افغان تلویزیون طلوع از آن خود کند. اما زلالا هاشمی بعد از آن که از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع حذف شد، ازدواج کرد و ازدواج زلالا هاشمی باعث شد تا وی دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپردازد. این همه در حالی است که تازه شوهر زلالا هاشمی در صفحات مجازیش پیام گذاشته است که وی مدت 20 روز می شود که از خانه‌اش ربوده شده است. زلالا هاشمی تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار داشته است، اما این که زلالا هاشمی آیا با واقعیت کشته شده است و یا هم خیر، تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی ما آرزو داریم زلالا هاشمی در قید حیات باشد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر تازه کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر، تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را به لای منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.